قسمت چهارم سرقت از بانک قضا با یه شبکه سریالی خیلی خیلی متخصص سر و کار داریم اینجا به نام فینگلی و بلوط، به اصطلاح بتو خانومه. خیلی خوب، الان این سرقت حدوداً توی عملیات 5 ساعته ما شاهدیم که دارن به هم نظر میدن که از کجا وارد بشن، به چه شکل که آثار جرم باقی نمونه. ولی ظاهرا کل آشپزخونه رو به هم ریختن، لباس ها رو از تو لباسشویی در آوردن کشیدن بالا که یعنی ما نبودیم، یه دزد دیگه اومده تو خونه. اصلا یعنی گربه نمیتونه این کار رو انجام بده. اون فنگلی سفیده طراح این سرقته. ببین نشسته اونجا این بلوط. اوه مای گاد، چه 10 بار از اون بالا خورده زمین ولی موفق نشده که عملیات خودشو به ثمر برسونه. حالا کارو میده دست ببری، ببینیم ببری چی کار میکنه. آفرین ببری. ببری دوباره داره از سوراخ کلید قاب صندوق غذاها دوباره داره موشکافی میکنه که ببینه از چه راهی و از چه طریقی میتونه وارد این کمد بشه. خب در حال حاضر مشاهده میکنیم ولی فکر میکنم که ببری موفق بشه، چون ببری خیلی متخصصانه و خیلی با تجربه عمل میکنه. بلوط بنده خدا از طبقه 5 چند روز پیش خورده بود زمین، 50 درد میکنه و الان هم میبینیم که داره 50 دیش میزنه. خب همچنان در ادامه این عملیات سرقت که اینا ظاهرا ما رو اصلا به تخمشون حساب نمیکنن که من یه نفر شاهد این تخلفه و ما داره فیلم میگیره. هر جوری شده میخواد کمدو با چنگ با دندون سوراخ کنه، ولی ظاهرا فینگلی تو دلش میگه تو میتونی، تو میتونی بلوط، تو میتونی. نه، این نوبت خانم ببریه. من فکر کردم بلوط داره عملیات به عهده گرفته. فکر کنم نوبتی دارن کار میکنن و ادامه این عملیات سرقت.